امروز توی شهرمون یه اتفاق خیلی عجیبی افتاده. نمیدونم بچه شما هم توی شهر خودتون پل شیشه‌ای معلق دارید یا نه، ولی امروز بچه همینجوری که دارید بالا این برج میبینید یه دونه پل شیشه‌ای معلق افتتاح کردن که منم بچه بلیطشو واسه فردا هست گرفتم و قراره اشغال کنیم. توی کامنت ها بنویسید توی شهر شما پل شیشه‌ای هست یا نه. ولی این یکی که من دارم اینجا میبینم واقعا خفنه. کلی تو شهرمون سر صدا کرده و اینجا رو نگاه کنید بچه. امروز بچه رفتم از این رفیق کچلمون که اینجا دارین میبینید سلام کن. بچه سلام نمیکنه دیگه. به سیمیو بگی تو کامنت ها سلام کنه خدا وکیلی. مطمئنم همتون الان می‌نویسید داشتم از سیمیو که سلام کرد ولی من بچه سلام درست یاد بکنم. این ماشینو بچه من رفتم از سیمیو گرفتم ولی پولشو ندادم. آقا نمیدونم هنوز ماشین خوبیه یا نه، ولی ببین رخش بهترین ماشینی که من گرفته بودم و صدا رو نگاه کن. یا ناله کن آجی خیلی خفنه. گفتم ناله کن یاد آیسا افتادم. چی؟ بزنید چطور حلال زادا. الو سلام چطوری آیسان؟ بابا سلام چطوری فرانکی؟ همین الان داشتم حرفتون با بچه‌ها میزدم و بچه عجب حلال زاده ایه. فرانکی میگم خونه نیستی؟ خونه نه الان اومده بودم بیرون همینجا داشتم میچرخیدم تو خیابونا. چیکارم داری؟ کار واجب داری؟ ببین اومده بودم جلو در خونت نیستی، یه کار خیلی مهم واسط دارم. کار خیلی مهم؟ بذار بزنم رو اسپیکر صداتو. بگو کار مهمه تو دارم گوش میکنم. ببین امروز باید بری یه کاری واسه من انجام بدی. خلاصه بخوام بهت بگم باید بری رفیقتو بکشی. رفیقم کیه؟ لستر دیگه، همون کچلی که خیکیه. لستر رو بکشم؟ این همین آدمی که اینجاست؟ آره همینو باید بری بکشی واسم. یعنی چرا باید بکشمش؟ همین که گفتم باید بری بکشیش. دنبال دلیل این کارم نگرد، چون اگر بگردی من آدرس خونتو دارم. آیسا ببینم یعنی الان داری منو تهدید میکنی آیسان خان؟ حالا تو میتونی اینجوری روش حساب کنی تا 2 روز دیگه هم بیشتر فرصت نداری. وقتی که کشتیش از جنازه‌ش یه عکس بگیر و واسه من بفرست. بابا یعنی چی داری میگی؟ بچه این دیوونه شده. لستر بهترین رفیق باورم نمیشه. قتله. یعنی چی برید بکشینش؟ یعنی چی بچه؟ من اصلا میگه میشناسن این دو تا هم دیگه رو. آقا واسید یه کاری کنیم. بچه همین الان یه فکر زد به ذهنم. آقا بذار بریم اول به لستر خبر بدم، چون من واقعا نمیخوام لستر رو بکشم. کلا میخوام برم بهش داستان تعریف کنم ببینم اون اصلا چیکار کرده که اصلا با هم باید دعواشون بشه اون بخواد اون رو بکشه. توی راه تصمیم گرفتم به لستر زنگ بزنم و کل داستان رو بهش توضیح بدم و اونم یه نقشه ریخت که مولا درزش نمیرفت و قرار شد همین نقشه رو اجرا کنیم تا آیسان متوجه هیچ چیزی نشه. بابا بنازم چه آهنگی بچه. این آهنگا رو فقط باید توی ماشین بذارید، دیدی بکشی و اشغال کنید. بچه توی راه بودم به لستر زنگ زدم کل داستان رو واسش توضیح دادم که اصلا آیسان چی گفت و این چرا اینجوری از ماشین پیاده شد. لستر میگم اون برنامه‌ای که راجبش حرف می‌زدی چیه؟ ببین فرانکی یه برنامه میریزی. من همونجوری که میدونی خیاطی دارم و یه رفیقم میشناسم که میتونه ماسک صورتو درست کنه. پس لباس و ماسک صورت خودم رو میتونم درست کنم. ما فقط به یه دونه آدم احتیاج داریم که خودشو به جای من جا بزنه و یه جورایی بدل من بشه و تو به جای من در حقیقت اون آدمو میکشی. ولی خب آیسان که متوجه نمیشه. لستر بچه‌ها میگه ما بیام یه آدمو پیدا کنیم، بعد خود لستر لباس و ماسک صورتشو درست کنیم بندازیم روی این یکی آدم. بعد اینجا دو تا لستر داریم، یه لستر اصلی، لستر تقلبی و لستر تقلبی رو میکشیم و اینجوری چی اصلا گفتم لستر یا آدمو باید بکشیم و یا آدم بیگناه. نترس بابا نمیکشیمش. والا برنامه‌شو بهت میگم. اولی کاری که باید بری بکنی اینی که باید بری اون آدمو از زندان بیاریش بیرون، چون من هماهنگیشو انجام دادم الان در زندانه. منم میرم سراغ کارهای خیاطی و لباس دوختن و ماسک صورتمو برم به اون رفیقم بگم که بسازه. حل آجی حل. پس من برم اون آدما رو پیداش کنم. بچا عجب مخیا. 5 ساعت بعد اوف بچا بالاخره رسیدیم جلو در زندان. داداش در باز کن. به به سلامتی همه زندانیای بی ملاقاتی آقا. رفیق دارم خبر بابا یه زندون در. بذار ببینم بچا فکر کنم همین دو تا یا اول فازی دو تا کیه؟ بابا اینجا چیکار میکنی؟ منطقه ممنوع است. بابا نگران نباشی اومدم اینجا زندانی ببرم. اگه شما همین دو تایی نیستین لستر گفته بودم بیام ببرم. اسم چیه؟ اسم منو چیکار داری؟ اسم خودت چیه؟ من مایکم، اینم جکیه. رفیق لستر یاره؟ آره دیگه رفیق لستر هم دیگه. بیا سوار شی. بچه‌ها من اومدم برم دنبال اینا، بعد لستر بهم گفت با یه ماشینی بریم که شک نکنن. یه ماشینی بهم داده الان تو خیابون میرم همه دارن و این چه رنگی آخه زدی روی ماشین. و اینکه بچه‌ها اگر لایک های این ویدیو رو بالای 5000 تا برسونید دوباره میایم و با آیسان ماموریت‌های خیلی خفن توی جی تی ای میریم. اگر دوست دارید با آیسان ماموریت‌های خیلی باحال توی جی تی ای بریم همین الان ویدیو رو لایکش کنید، لایکاشو بالای 5000 تا برسونید. چنل ما رو هم حتما سابسکرایب کنید و بچه‌های رکسا فامیلی واقعی میدونن کامنت انگلیسی گذاشتم بچه‌ها خیلی مهمه و من واقعا هر وقتی که کامنت‌های انگلیسی شما رو میبینم کل انرژی میگیرم. پس یه کوچولو بچه‌ها وقت بذارید لطفاً کامنت انگلیسی بذارید، یه کامنت فارسی هم بذارید که حسابتون نپره. اینجوری هم داشتم کلی عشق میکنه. آقا برو بریم دوباره 5 ساعت دیگه.
بچه چقدر رو از زندان تا خونه لستر. آقا من این دوتا رو آوردم پیش لستر میگم چرا اینا دوتا هن؟ فرانکی گفتم دوتا باشم ببینم کدوم لحاظ ظاهری به من بیشتر شباهت میده. فکر کنم این جکیه بیشتر شباهت بده تا این مایک. جکی هم این سمت رو معلومه بیشتر شباهه. راست میگه چقدر شبیهشی تو جکی. آره من شبیهشم فقط آقا من نمیرم نه بابا نگران نباش نمیمیری. میگم که لستر من دیگه برم سراغ اون چیزایی که گفتی باید برم بخرم. فکر نکنم امشب برسم دیگه، واقعا خستم. میخوام فردا میریم اون چیزا رو میگیریم. حله؟ آره حله. منم لباسا رو سپردم دست خیاطا. فردا آماده میشه. ماسکم احتمالا همون موقع آماده شده. فردا باهات در تماسم دیگه. فقط تلفنتو برداری ها. فردا صبح زود. بچه من امروز صبح بیدار شدم، خیلی زودم بچه بیدار شدم، با اینکه فکر کنم دیشب 2-3 ساعت بیشتر نخوابیدم. آقا برو بریم سراغ خریدایی که لستر بچه بهم گفت. اوی اویسان بهم پیام داده چه نوشته؟ فرانک این کارو تموم کردی یا نه؟ نه بابا چی کارو تموم کردم؟ بذار بنویسم بچه فعلا نه، ولی امشب کار تمومه. اوکی بچه واسش فرستادم. همین احتمالاً گیر نمیدید. امشب بچه باید خیلی استرس دارم، مثلا الان استرس دارم ولی مطمئنم بچه خوب پیش میره دیگه. همه چی دیگه برنامه‌ای که لستر چینده باشه مگه میتونه بعد پیش بره؟ خب بچه رسیدیم. بابا بنام چطوری حاجی؟ میگم این چیزی که دیشب بهت گفتم اون دو تا وسیله جور شد یا نه؟ واکلی چطوری؟ آره هم اسنایپش جور شد همون چتر نجات گفته بودی دیگه. آره یه دونه اسنایپر میخوام، میدونم چتر نجات. اوکی بچه همین الان چتر نجات و این تفنگم گرفتم ازش و کلی هم تیر گرفتم بچه. نمیدونم میتونید ببینید یا نه، خیلی زیاد تیر گرفتم. بنام دیگه دست در نکنه بچه. هر کاری که با اسلحه داشتید، کلا اسلحه می‌خواستید بخرید، بیاید دیگه پیش بنام دیگه. بنام خوراکش رو کاراسو. دو تا چتر نجات هم گرفتم. حالا بهتون میگم بچه قرار دقیقاً نقشمون چجوری باشه. البته لستر بعد ببینید دیگه. برو بریم بچه در خونه لستر. البته نمیدونم خونه‌ش یا نه، بذار زنگ بهش بزنم. اون بچه باید برنامه رو بچینه دیگه. بردار جون مادریتی. لستر بچه هیچ وقت گوشیشو جر نمیداره. این یه بار اگه الو سلام چطوری لستر؟ سلام فرانکی. چیکارم داری؟ لستر میگم الان من بیام جلو در خونه‌ت، رفتم اون چیزایی که می‌خواستی خریدم. تفنگ و اون چتر نجات بود. داره اون دوتا رفتم خریدم. کجا بیام الان؟ نه خونه نرو. بیا همون جلو در خیاطی من. آدرسش که بلدی؟ آره بلدم. اتفاقا همین الان تو خیابونشم. تا یه 2 دقیقه دیگه رسیدم. حالا فعلا خدافظ بچه‌ها. خونم لباسش آماده شده و اگر ماسکش آماده شده باشه دیگه تمومه. اوکی بچه من رسیدم جلو در خیاطی لستر. این خیاطی هم بچه یه پناهگاهی واسه لستر، هیچ کس بهش شک نکنه. لستر چطور؟ بابا فس لستر کدومتونی؟ منم دیگه. فرانکی لستر کیه؟ آها تویی. پس اون کیه؟ منم جکی هم. چطوری فرانک؟ لستر چقدر شبیه. خب من چجوری تشخیص بدم شما دوتا رو؟ صدامون فرق داره دیگه. راست میگی صداشون فرق داره. این مایک هم بچه خدا رو شکر انتخابش نکرد، چون اصلا به ریختش میخورد. خیلی طبیعی در اومده، اصلا کپ همین. آره میدونم. خیلی خب الان حل لستر. میگم که من الان همه کارا رو کردم، تو همه کارا رو کردی. برنامه رو از 0 تا 100 توضیح بده ببینیم باید اصلا چیکار بکنیم امشب. تو که امشب بلیطای این پل شیشه‌ای رو گرفته بودی، با من اونجا قرار میذاری. خب هر کاری که باید بکنی اینی که وقتی منو دیدی به جای اینکه به من شلیک کنی، همون جکی پرت میشه و چون چتر نجات داره میتونه خیلی راحت و سالم فرود بیاد و آسیبی هم بهش نرسه و کشته نشه. اینجوری وقتی که آیسان داره تو رو از دور نگاه میکنه فکر میکنی که تو مأموریت درست انجام دادی و من مردم. بچه عجب نقشه خفنی ریخت. حل لستر حل. پس من برم خونه یه استراحت بکنم، ببینم با خودم چندم دیگه. بعد برم لباسامو عوض کنم و امشب خیلی شب عجیب غریبیه. بچه‌ها فعلا دیگه میبینمتون فعلا. و بالاخره لحظه‌ای که هممون منتظرش بودیم فرا رسید. باورم نمیشه ولی همین الان من اومدم بالا روی این پل معلق شیشه‌ای ام و دقیقاً بچه روبرومم لستر تقلبی که باید بزنم بکشمش. خب همه چی هماهنگ شده بچه. الان تنها کاری که باید برم بکنم اینی که مثلا انگاری برم باش حرف بزنم و یهو تفنگمو در بیارم زیر پاشو خالی کنم، ولی یه جوری باید تیر بزنم که آیسان فکر کنه مثلا من تیر زدم بهش افتاده. اوکی واسه من اینجا تفنگمو در بیارم. سلام چطوری فرانکی؟ سلام چطوری حاجی؟ همه چی رو برداشتی دیگه؟ حله. آقا من زیرش سریع میخوام خالی کنم. 1 2 نه برو وای میشه افتاد پایین. خب بچه الان من منتظر بشم چرتاشو باز کنه دیگه. چرتش باز کن. باز چرا چرتشو باز نکرد؟ خب ببینید کی اینجاست. فرانکین خودمون. امیدوارم انتخاب عاقلانه‌ای بکنی پسر. باریکلا فرانکین. میدونستم میشه رو کمکت حساب کرد. بچه‌ها حل مأموریت با موفقیت انجام شد. بزنید بریم. یه آدم بیگناه رو همینجوری الکی کشتیم. هر جون مادر لستر هیچ وقت برنامه‌ای داره گوشیشو. وایسا ببینم. بچه‌ها همین الان بعد برم یه آدم بیگناه رو همینجوری الکی کشتیم. رو در خونه لستر بفهمن چه اتفاقی. وای
رسیدم جلو در خونه لستر، اصلا نفهمیدم چی رو رانندگی کردم. بذار من کامل باید بهش داستانو توضیح. الان پلیسا میپن دنبالم. لستر حاجی بدبخت شدی، من یه گندی زدم. لستر کیه فرانکلین؟ من جکی ام. برام مایکم چطوری؟ پس من اون کسی که 5 دقیقه پیش پرتش کردم پایین کی بود؟ چی داری میگه فرانکلین؟ من یه قرار ما 1 ساعت دیگه نبود، دارم آماده میشم دیگه. لباسم چطوره، خوب شده؟ بابا گند زدی خاک. بچا حاجی فکر کنم زدم لستر واقعی رو کشتم. وای بدبخت شدم. بذار یه زنگ به آیسان بزنم بچه همین الان. فکر کنم پلیسا بریزن دنبالم. یه زنگ بهش بزنم، بهش بگم حاجی منو از شهر ببر بیرون. وای 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 پلیسا بریزن دنبالم. آیسان بردار گوشیت جون مادرت. بردار جون. الو سلام، چطوری آیسان؟ چی میگی بچه خوشگل؟ صدات نمیاد. آقا چی داری میگی؟ آیسان میگم که من همین الان با کمکت نیاز دارم. وایسا ببینم چی میگی فرانکلین. ماموریت رو درست انجام دادی، بهت تبریک میگم. فردا بیا پولتو بگیر دیگه. بابا پول میخوام چیکار؟ پول بخور تو فرق سرت. حاجی من امشب پلیسا میریزن دنبالم. چی پلیسا میریزن دنباله؟ چرا؟ بابا زدم یارو رو کشتم میگه چرا؟ همین الان باید یه جوری من از این شهر بفرستی بیرون ها. یه چند وقتی نباید این اطراف آفتابی بشم. خیلی خب ببین من تو یه 5 دقیقه دیگه یه دونه قایق واسه جور میکنم. میتونی برسونی که خودت لب سالاره؟ آره خودمو میتونم برسونم. حل دیگه. پس من به این رفیقم میگم 5 دقیقه بیشتر تو سوال منتظرت نمیمونه. قایقو که گرفتی فرار کن یه چند روزی. تو این شهر آفتابی نشو. اوکی بچه من خودمو رسوندم جلو ساحل. بذار ببینم این قایق دونه قایق باید واسه من اینه. باورم میشه قایق رو جورش کرده. وای 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 وای. باشه بچه مطمئنم الان پلیسا ریختن جلو در خونه من. آقا این قایق واسه منه دیگه آره؟ تو فرانکلینی آره؟ آره فرانکلین. آقا سوئیچ این قایق سریع بده. یا فرانکلین تا جایی که میتونی گاز بده. وقتی که رسیدی به خشکی با من تماس بگیر. شماره تلفنم حالا آیسان واسه پیامک میکنه. آقا حل بچه سوئیچاتش گرفتم. برو. الان من تنها کاری که باید بکنم این که مثل برد از این شهر فاصله بگیرم. بچه باورم نمیشه حاجی، واقعا شانسی تونستم فرار کنم، ولی زدم بهتری رفیقمو کشتم. گند زدم تو کل ماموریت. ای وای بچه تا چند وقت نباید دیگه تو این شهر آفتابی بشم. خداحافظ جزیره قدیمی، خداحافظ. اگر تا اینجا ویدیو رو داری میبینی ممنونت میشم توی کامنت ها یه دونه قلب قرمز بذاری. 2 تا ویدیو آخرمون هم اگر ندیدی حتما ببین و این ویدیو رو هم حتما لایکش کنید و لایکاشو بالای 5000 تا برسونید. مراقب خودتون باشید و تا یه ویدیوی دیگه میبینمتون. فعلا.